گالم شخصیتی مرموز که سالها در کنار من زندگی میکنه. شخصیتی ناشناخته، پر از ناامیدی و زندگی در اعماق تاریکی. موجودی که باعث شد از تمامی هدفم دور بشم، از همه کس رونده بشم و هیچ کس و هیچ چیزی برام باقی نمونه. هدف این موجود فقط تخریب، فقط ناامیدی و فقط تاریکی بود. برخلاف عشقی که داشت، علاقه و وابستگی که بین ما بود، اما اون همیشه باعث تخریب همه چی بود، باعث عقب موندن من. هیچ وقت متوجه نشدم که علت این کار چیه، علت این اتفاقات چی میتونه باشه. مسلماً هیچ کسی دوست نداره سالیان سال تو تاریکترین نقاط در اعماق تاریکی زندگی بکنه با موجودی اهریمنی. اون لحظه به لحظه تمامی اتفاقات رو زیر نظر داشت، همه چیز رو تحت کنترل خودش نگه می‌داشت. مداوم هر شب در حال کشیدن سیگار بود و یادداشت کردن، سنگدل بودن و بیرحمی و نابود کردن جزو اهداف اصلی و مثل یک تکه شکلات در دست یک کودک. به همین راحتی و به همین سادگی. حالا من تصمیم گرفتم اونو برای اولین بار بعد از این همه سال به چالش بکشم، به تصویر بکشم.